خوش آمدین. خوش باشین. چطور هستین یوسف خان؟ فکر کنم داخلین ماینن آمده بودین. بله، کارم کم زیاد بود. جنسیت طفل معلوم میشه، از این خاطر آمدیم. پس تو آخرین دفعه در شفاخانه دیده بودیم، اما تو نیست خانم باده؟ نه خیر، حتما به یاد ندارین. 2-3 هفته پیش آمده بودم نه؟ به خاطر که در مورد حاملگیم بعض معلومات میخواستم، شما برای بعض معاینات دادین، به یاد آوردین؟ راست میگین. یک بار پرونده تانه ببینم. منور؟ خیرت باشه، در کدام فکر هستی؟ چیزی نه، مهم نیست خاله. خوب هستی؟ بله خوب هستم. شما چطور هستین؟ من خوب هستم. خیرت باشه. از کجا اومدی؟ راستش امروز سالگریم است نه؟ یک دوستم برام تحفه آورده بود خاله سلطانه. خواهر ازگاه آخر رسیده، داخل بیایید. هنوزم باورم نمیشه. من چطور یک تاریخ بسیار مهم فراموش کردم؟ چطور به یاد داشته نتونستم؟ بعضی وقت قسم اشتباهات از هر کس سر میزنه. اوه خدا، باز ما چقدر به خاطر معلوم شدن جنسیت طفل هیجانی بودیم. متاسفانه باید کم دیگه هم صبر کنیم. قسمی که گفتم به خاطر معلوم شدن جنسیت باید 15 تا 17 هفته حمل داشته باشه. قبل از این مدت طفل به معاینه آماده نمی باشه. خب بسیار تشکر. باز وقتش که رسید دوباره به خاطر معاینه میایم. حالا که اینجا هستیم، دکتر صاحب یک بار معاینت کنم. ما در بیرون منتظر می باشم. درست است. دکتر صاحب، هر قدر که ازتون تشکر کنم کم است. فکر میکردم امروز همه چیز افشا میشه، اما شما همه چیز به خوبی اداره کردین. ما فکر میکنیم در این مورد با یوسف خان گفته باشین. گفته نتونستم. خب چقدر وقت دیگه میخواین ایره پنهان کنین؟ تا چند ماه دیگه اگه در ظاهرتان تغییر نیاید همه گیره خواد فهمیدن. نمیفهمم. راستش من نمیخوایم با گفتن ای گپ او را ناراحت بسازم. من شانس ایره دارم که دوباره حمل بگیرم. شما همین قسم گفته بودین. شاید هم حامله باشم. لطفا یک بار معاینه کنین. درست است. گل نازم، منورم.
اگه چشمایم باز باشه یا بسته تو را در مقابل خود مجسم ساخته میتونم گله. با هر بار فکر کردن در مورد تو احساس آرامش میکنم. تو یگانه امید زندگی مستی جانم. وقتی موهایت لمس میکنم هر بار جوانتر شده میرم و هر باری که در کنارم احساسات میکنم رویاهایم با واقعیت تبدیل میشه. با وجود نزدیکی ای هجران ما مرا هر روز 100 بار از بین میبره، اما هر روز با امید دیدار چشمای تو از خواب بیدار میشم. گل نازمه، میخوایم در اقیانوس نگاهیت غرق شوم. گل زیبایمه، دوستت دارم. امید خود از دست نتن، اما باید ایره بگویم که به قسم دروغا تا مدت زیاد ادامه دادن نمیتونه. درک میکنم. نمیخوایم در کار شما مداخله کنم، اما شما باید هر چیز زودتر عمل بگیرین. در غیرش باید به یوسف خان همه چیز بگوین. اگر از این موضوع خودش خبر شد باز به مشکلات سخت رو برو خود شدین. راستش ما در مورد رابطیتان صحبت میکنم. بله، یوسف خانه داخل روان کنین. کل چیز خوب است. ای که جنسیت طفل معلوم نشد از همین خاطر کمی پریشان هستم. خیر است، با زودی معلوم میشه. جگرخون نباش. با امیدی دیدار دکتر صاحب. روز بخیر یوسف خان. خانم باده گپای مرا فراموش نکنین. زنده باشین دکتر صاحب. خداحافظتان. خداحافظ. هوا متوجه باش. اوه خدا، از پیشم فرار کرده پیش شما آمده. کدام گپه نیست خیر است. بسیار تشکر، روزتان بخیر. حالا هوا فکر کده خسته شدیم خاله. اگه خانجی اغل آدم و قابل و بچه کدام کار بدی انجام بتن ای برای ما بسیار عالی خواد شد، اما ای کار چطور صورت خواد گرفت؟ اگه رابطتان با حمیده خوب می بود میتونستین یک قسم فریبش بدین، ولی حالا او قسمم خو نیست. دختر کمی آرام باش، چرا اینقدر تیز میری؟ چی کنم، کاملا تنها ماندیم، هیچ کس هم نیست که امرش گپ بزنم، دیوانه خود شدم. از خداوند صبر بخوای، منتظر خبر ما باش. فکر کنم یک راه پیدا کردیم، این مشکل حل میسازیم. پس ولی واسه خدا دست به کار شوین. حال نمیشه. فعلا قطع میکنم، باز گپ میزنیم. درست است؟ خب درست است. از فکرم هیچ بیرون نمیشی. آله کی نامرا خواندم هر دقیقه پیش چشمای مستی. وقتی می آمدی دوای فشار مرام بیار. بالاخره آمدی ها؟ خوب است. وقتی آدم دفعتا این قسم خبر بد بشنوه البته که ورخطا میشه. راستی دخترها گفت که باز به حوزه رفته بودین. نام خدا رای اونجا رو خوب بلد شدین. به خاطر او خواهر و خواهرزادی تو رفتم، به خاطر تهمت که به ما بستن. شما چی میگین؟ تهمت بستن همه تو رس؟ بله. کی میفهمه که اونجا بودم؟ ها؟ چطور میخواین ثابت بسازن؟ شما به این فکر کده بیغم چکر میزنین ها؟
از این قضیه نجات پیدا کردن نمیتونین. در اینجا چیه پس؟ عزیزم هیچ گپ نیست. خاله سلطانیت زیاد به تشویش ما بوده که صحتم چطور است. خوب است که همراه ما هستی. دخترم از سردردی کم مانده که بمارم. بیا یک بار فشارم بیبی حالا. درست است. او خدا دخترم، میخواستم اتاق منظم کنم اما بیبی که به جایی که خانه را منظم کنم چای از پیشم چپا شد. کدام گپ نیست؟ چای می نوشی؟ بله می نوشم. میفهمم که ناقص پیشت رفتم، اما وقتی که رفتم بسیار پشیمان شدم، چون پشتت زیاد دق شده بودم. یک کار خورده انجام دادن نتونستم. منور؟ کجا میری؟ بیرون میرم خاله. اما تو خود چای خواستی؟ آجل باید برم، از شرکت برم زنگ آمده بود، از این خاطر. پس تو از خوب است، برو بخیر بری. زنده باشین. تو در اینجا چی میکنی؟ پاکاری کردم. خاله جان، دبینی چی انداختین؟ هر قدر که میخورم سیر نمیکنم. نوش جانت بچم. با موتر برسانمتان؟ نه خیر بچم، نه خیر. میخوایم کمی قدم بزنم. کمرم چند روز است که درد میکنه. دکتر گفته که باید قدم بزنم. راستی خاله، این قیطه که خانم برچاک از ده موتر مفتیده بود، نشانی شبرم بگین که رفته برشان پس بتون. خاله براتان خو گفته بودم برچاک دیروز
پیش روی محترم آمد و سرش ناوقت شده بود، باز من رساندمش. روز بخیر یوسف بدر. ما برش میتم. ما با تو چی بگویم هوا، با تو چی بگویم؟ دکتر عمر با بخش عاجل. دکتر عمر با بخش عاجل. کدام پیشرفت وجود داره دختر؟ دکتر عمر با بخش عاجل. پیشترم رای دکتر گپ زدم. گفت امشب برده میتونینش، اما باید بسیار مراقب باشین. دکتر گفت تا عملیات بعدی باید متوجهش باشین. میگفتی که مثل چشمایم نگاهش میکنم. خب شما چی خبرها دارین؟ گفتین که منتظر زنگ ما باش، باز مام زنگ نزدم. با این فکر که ما چی کردیم از تشویش مردی نه؟ ما وقت خود ضایع نکردیم دختر. اینه بگی. این دیگه چی است؟ این وسیله است که به ما بسیار کمک میکنه. پاسپورت ماست دختر، پاسپورت ما. توبه توبه. با خدا وقتی که مفکورای ما و این عقده تو متحد شوه، باز هیچ مشکل باقی نمیمانه، هیچ گری بسته نمیمانه. بسیار خوب. دکتر عمر لطفاً با بخش عاجل تشریف بیارین. دکتر عمر با بخش عاجل تشریف بیارین. سلام دخترم. سلام. میخواستم در مورد یک مریضتون بپرسم. البته. نامشون چی است؟ شریفه کاراگل. گفتن که سرش حمله قلبی آمده. در همین شفاخانه بستر شده؟ بله آقا. خب وضعیتش چطور است دخترم؟ فعلا خوب است آقا. دکتر را در پروندهش گفتن که به زودی مرخص میشه. خدا را شکر. چند دقیقه بعد میارنش، اگه خواسته باشین دیدم میتونین. نه خیر. من از شما یک خواهش شدگان دارم. بفرمایین. میخوایم برای همیش فقط در زندگیت ما باشم. وای 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 وای. این دختر خانجوغلوها رو میبینی خاله؟ او هم همراه جلال پالالی. دقیقاً. بله دیگه. حمیده خانم در غم بچه یک دانش مانده، متوجه نیست که دخترش چی میکنه. یوم چاره مشکل ماست دیگه. خب نظر در این مورد چی است؟ وقتی شما میگن که امکان داره، باز حتما چیزی را میفهمین. من خواهل تحت امرتان هستم. آفرین. من مشوره میتم، تو باز عملی میکنی. یک قسم مام با آسانی میتونه مشکل خود حل بسازه. ها ایره بگی. ایرام ده یک جای مناسب نصب که دخترم. چی از چرا قسم میبینی؟ اگه یک قسم در هر جای از خود یک نشانی بجابانی، باز ایران باید در نظر بگیری که یک روز یکی از او نشانی ها به یک میخ تیز و برنده تبدیل شده در دست پایت فرو خود رفت. هوا جان، مهارت کار دمی است. اگه بخری تفر کردی به هدف نمیخوره. گوش کن، تا که ما اجازه ندادیم هوش کنی به هیچ صورت با او بچه ملاقات نکنی. درست است؟ اگه تصادفاً در مقابلت آمد، باز مسیرت تغییر میدی. خب درست است. بعد از اینکه دکتر اجازه بده، باز مادر ما گرفته خانه میرم. درست است. خانه که رفتی باز به مام خبر بده، یگان چیز پخته کرده بیارم. درست است؟ درست است. حالا دیگه دوستاده گوشه رفته گپ بزنین. اجازه بدین که مردم تیر شوه. تشکر میکنم. آقا رشید،
خانم سلطانه خیرت باشه، شما خوب هستین؟ من خوب هستم. درباره خانم شریفه شنیدم که دفعتا مریض شده. باز خواستم به دیدنش بیام. چطور از خوب هست؟ خدا را شکر. راستش وقتی بار اولی گپ شنیدم باز و قدر زیاد به تشویش نشدم، به خاطر که خانم شریفه هر بار که مریض میشه نام خدا به زودی دوباره صحتیاب میشه. درباره او مریضی همیشه گیش گپ میزنن، اما حال فرق میکنه آقا رشید. ما هم سر راستاد هستیم. کمی طرف بیاین خانم سلطانه. چرا قسم میکنین خانم سلطانه؟ شما چرا به ما دروغ میگین؟ ما گفتن نتانستم. خب به هر دلیلی که گفتن نتانستین حالی بگوین. راستش او شب قرار بود که یوسف بیایه، باز به خاطر که اونا تنها باشن و این کار فقط به خاطر خوشی هوا کردیم. اگه ای گپا با ما میگفتین باز چی میشد؟ من مانعشان میشدم؟ فکر میکنین درکتان کده نمیتونم؟ چرا من انسان نیستم یا هیچ حس ندارم؟ با همین کار انجام میدادیم. حداقل به هوا کمک میکردیم، او رام خوش میساختیم. به خدای کار ناخواسته انجام شد. همیشه گپایی را که نمیخوایم به کسی بگویم باز ناخواسته از دهنم بیرون میشه. همیشه دروغ میگین، همیشه. نمیخواستم قسم شوه، به خاطر که کسی خبر نشه و برشان مشکل ایجاد نکنه. باز ما خواستم این کار مخفیانه انجام بدم. کوچکترین راست از بزرگترین دروغ کده بیشتر ارزش داره خانم سلطانه. بیان که با هم به توافق برسیم. با ما دیگه دروغ نگوین. اگه قرار باشه جانتانم بگیرن همیشه برام حقیقت بگوین تا مام درکتان کنم. با شاید مام به شما بعضی گفتنیا داشته باشم خانم سلطانه. یعنی شما خود میفهمین انسان ها با گپ زدن به موافقه میرسن، هم دیگر میشناسن، اما تو نیست؟ حال ما باید پایین برم یا بالا برم خانم سلطانه؟ ها، خواهرم ده بالاست. بیازو مام دیگه میرم. واقعا خوب است. پس به امید دیدار. کیلومتر 12 شرکت خانجی اغلو. رسیده به نام خودتان نوشته کنم یا به شرکتتان بفرستم آقا؟ نه، به نام خودم نوشته کنین. یلماز خانجی اغلو. اما از شما یک خواهش دارم، لطفاً نه خانم شریفه و نه کسی از خانواده‌ش نزدیکم خبر شوند. درست است؟ تو در اینجا چی میکنی؟ مادر آرام باشین، صبر کنین. ایره بگیرین. ای چی است؟ ای آقا از تو نپرسیدم. ای چی از یلماز خان؟ امی قسم میخواین وجدانتان راحت بسازین؟ دخترم این قسم نیست، راستش ما دیگه چی قسم است برام فرقی نمیکنه. از اینجا برین و دیگه به ما نزدیک نشین. شریفه من میخواستم معذرت بخوای. پول تو را یگان خیرات خور یا کدام به غیرت قبول میکنه فامیلی یلماز خان؟ زود باش از اینجا برو، نمیخوایم ببینمت. آرام باشین. کاش که میدیدی من از همون گلایی که مادرت خوش داره گرفته بودم، پیشش رفتم و خواستم ازش معذرت بخوایم. خدا سر ما مهربان شد. اگه من اونجا نمیرفتم باز مادرت در ایالت همونجا می بود. پدر بلیاز خدا، مادرم در خانه تناز، لطفا بس کنین. ببین چی میگم، امشب برش یخنی گوشت پخته میکنیم.
خانم برچاک، خانم برچاک، بریم دیگه پدر، بریم. درست از دختره. فکر کنم او بچه تو رو صدا میکنه کسی دختر. صدایم نمیکنه. سوار شو، سوار شو. به قریه اکوی میریم بیادر. او آدم کی بود؟ ما چی بفهمم پدر؟ توبه توبه. پس چرا اقا برچاک صدا میکرد؟ پدر من برچاک هستم. توبه توبه، حتما مرا با کسی دیگه اشتباه گرفته بود. چی بفهم دیگه تو رو صدا میکرد دختر. بیا دوست. وقتی محمد برام گفت شما مریض هستین بسیار به تشویش شدم، اما نام خدا سر حال معلوم میشین. خوب هستم پلین جان، بسیار خوب هستم. با وجود جنجالا بازم سر و پای خود استوار هستم. تو چطور هستی دخترم؟ لطفاً ما را ببخش، امروز هیچ به تو رسیدگی نتانستیم عزیزم. خواهش میکنم، کل چیز بسیار خوب است، تشکر میکنم. خب ینگه، با ما کدام خبر خوش نداری؟ طفل دختر است یا پسر؟ با ما بگوین تا توفیق خودم مطابق همو بخریم. من درست بیاد نداشتم، دی تاریخ معلوم نمی شده. پس یک مدت دیگرم با هیجان سپری میکنیم. محمد جان، اولاد دختر باشه یا پسر هیچ مهم نیست. کافی است که با صحت و سلامتی بخیر به دنیا بیاید. باقیش گپای ناقص بچی. پلین، حالا که گپ سر خانواده آمد، با پدر و مادر تو هم هیچ دیده نتانستیم دخترم. اونام امید دارن که زندگی نو خود آغاز کنی. شما هم راست میگن، اونام بسیار مشتاق دیدارتان هستن، اما فکر کردم شما تا خلاص شدن از جنجالا میخواین منتظر باشین. پلین جان، خدا را شکر هیچ جنجال دیگه باقی نمانده، فهمیدی؟ به خاطر که بالاخره به هر نوع که باشه من ای دواره میبرم. و ای جنجالان به پایان میرسن. اما تو نیست یلماز خان؟ به خاطر چی؟ به خاطر که ما یک خانواده هستیم. خانواده یعنی چی؟ در روز خوشی و در روز بد در کنار هم دیگه بودن، از یکی دیگه حمایت کردن. میفهمی خانواده به معنای همبستگی و یک پرچگی. تو ای قسم فکر نمی کنی یلماز خان؟ به شما ایشه خوب میخوایم. شما هیچ چیز نخوردن کاکا جان؟ نه خیر بچیم، هیچیش چه ندارم. بیازو امروز فشارم بسیار بالا رفت. من رفته کم استراحت میکنم. نوش جانتان.
یلماز خان، آب خلاص شده بود، خواستم برتان آب بیارم. سلطانه، نه، من از مریضی شریف خبر دارم. هیچ نفهمیدم که چطور چه قسم ازش معذرت بخوایم. باور که بسیار ترسیدم که او را چیزی نشه. میفهمم که حال هیچ کار فایده نداره، اما به هر چیزی که ضرورت داشتین من همراهتان هستم سلطانه. تنها چیزی که ما احتیاج داریم این است که عدالت برقرار شود یلماز خان. اگر میخواین به خواهرم و هوا آرامش بتین، باز مانع خانمتان شوین. به خاطری که در هر فرصت به ما ضربه وارد میکنه. خدا را شکر دیگه مشکلات خود ما حل کرده میتونیم. راستی یلماز خان، نامی که برتان آمده بود سر میزتان ماندم. زنده باشی. آب آوردم یلماز خان. همیاله امی در پیش ما بخوای سلطانه. خیرت باشه یلماز خان. سلطانه همیاله صدایشان میکنم. همیاله وقتش است که قیامت برپا شود. چقدر پر از آب است. میگن انار به هر درد دوا است. از این خاطر کمی بخور که جور شوی. منظورم این است که مثل او روز دوباره ضعف نکنی. به خدا شریفه هیچ نمیفهمی چقدر ترسیده بودم. کم بود که قبل از تو به او دنیا معبرم. به خدا بس است. اقا گپ نزن. حالا بخز از اینجا برو. نه خیر، این امکان داره. تا وقتی که تو مریض هستی هیچ جایی نمیرم. گفتم برو، گپ من نفهمیدی. چند دقیقه بعد رشید میایه. اگه میایه بیایه با او چی غلط؟ توبه خانهش بند انداختی. دیگه پیش هیچ کسی قدر و عزت نداری. ای خوش شرم از شریفه. تو به شوهرت که با دستای خود تو را به شفاخانه رسانی گباره میگی؟ پس چی بگویم؟ ها؟ در گردنت مدال بندازم؟ نه خیر، اما اگه از طلاق گرفتن منصرف شوی خوب میشه. بیبی حال دخترتم قضیه داره. اگه در این وقت از من طلاق بگیری باز همگی ما را مقصر فکر میکنن. خدایا رمزی بیبی دیگه برای من حوصله نمانده که تو را تحمل کنم.
هوا تو چی میکنی؟ منتظر کسی هستی دخترم که قسم به موبایلت سیل داری؟ نه خیر مادر جان نه خیر، اما تو دفعه که رفته بودم. خانم تو حال دقسه هوا نشو و به گپای من خوب گوش کن. ما درس خدا گرفتیم. بعد از این تا آخر قضیه مثل سابق من همراه شما هستم. روز قبل وقتی از خانه بیرون می شدم جونیت دیدم. با او گفتم که من تا آخرش از دخترم حمایت میکنم. یعنی چطور؟ جونیت اینجا آمده بود؟ ما اینقدر از عشق خود برش گفتم که در حالت قبولت دارم، کافی است که تو قبول کنی. ابی که ازش دور شدم فقط که من گناهکار باشم نام مرا داد. با دیگه بیادر گفت کارم ایده بود دیگه، چرا اینقدر اصرار میکنی ها؟ همینجا جای نشانی باشه، از ترسی کار کرده. با خود گفته که جونیت خوب بیازد از زندان است، اگه جرمم سرش بندازیم فرق نخواد کرد. امکان داره بیادر جان، از این هوا توقع هر کاری میره. نمیفهم تو چرا به ایگه باور نمیکنی؟ او دخترم روی تو چی کارایی که نکرد جونیت؟ امیر خشق میگن عادل، اگه تا با هم کنید ازش خفه نمیشی. هر کار بعدش برات خوب معلوم میشه. امی که اگه ازش دور شوید، حالا که تو ستاره ها را حساب کرده و خیال پردازی میکنی، اما او با کس دیگه میباشه. حالا عشقتم گفته بودم خودت هم او زندگیت تباه ساخت. تو هنوزم عشق گفته میری جونیت. ما تو را بسیار خوب میشناسم. پردا میگی هوا فقط از ترس حمیده ای کار کرده، باز پشتش میگیری. نه این بار دیگه قلبم سرم زور نمیشه. این کارش قابل بخشش نیست. ما کار خدا کردیم عادل، جزایش برش دادیم. تو کجاستی حمیده؟ توبه در خانه مهمان داشتیم، رفتم پیلینه تا دروازه بدرقه کردم. بفرمایین، این حال پیشتان آمدم، امر کنین. ای چی از حمیده؟ اما چی بفهمم جانم؟ ببین چی میگم، کوشش نکو با ما تمثیل کنی. اگر در این مورد کدام معلومات داری زود شو برم بگو. یلماز خان، ما و تو به توافق رسیده نمیتونیم ها؟ ای چی است؟ خودت خوب میبینی؟ با دخترت نامه نوشته میشه و هم کدام نامه عادی بلکه نامه عاشقانه و تو از هیچ خبر نداری خانم. وقتی که اشتباه میکنن باز دختر و بچه ما هستن، فقط که تو هیچ رابطه با اینا نداشته باشی. بس از دیگه حمیده، اگه یه آدم بهتری بره مشناسی برای ما معرفیش کو که این مشکل حل کنه. یلماز خان، ما بار اولم است که میبینمش، از کجا بفهمم؟ گوش کو حمیده، اگه تو چیزی را میفهمی و برم نمیگی بسیار بد خود شد. ایره با بار آخر برات میگم. چقدر بگویم؟ اگه در پایتان سنگام بخوره فکر میکنین ما زدیم. اوف، چی شده؟ چرا چیخ میزنین؟ تو واقعا این کار انجام دادی؟ حالا دیگه قلبم راحت خود بود بیادر. یعنی واقعا هوا پیش پایت خواهد افتید؟ اما بیبی او وقت باز برم نگویی که در چشماش عشق دیدم و بخشیدمش بیادر جان. ای به حیثیتی رو بیبی. ایره کی نوشته کده؟ مادر میفهمین این نامه از کی است؟
بچه من از کجا بفهمم بلیات خدا؟ ما هم همیال دیدمش. اینقدر سرم فشار نیارین. با خدا فشارم باز بالا خاط رفت. در بین خطای دیگه بود بچیم. معلوم میشه که هنوز به دست منور نرسیده. آی بی از او چیز نوشته نشده. ای که در اینجا دیدیم یا در اونجا گپ زدیم یا در اونجا هم دیگر بوسیدیم این قسم خود نوشته نشده. آدم فقط خیالات خود نوشته کده. یکی هست دیگه، من چی بفهمم؟ شما چی میگین مادر؟ از کجا در بین اون نامه آمده؟ کسی خبر نداره در پشت چیز نوشته نبود؟ نه خیر بچیم، در پشت پاکتش هیچ چیز نوشته نبود. به نظر من یک بار همراه منور گپ بزنیم. یعنی پدرم راست میگه، شاید او هم هیچ خبر نداشته باشه. خب حال منور کجاست؟ هنوز نامده. یعنی چی که نامده؟ دی وقت شب دخترتان در بیرون از شما خبر ندارین که کجاست؟ کدامتان وقت بیرون میرین چیز میگین؟ کدامتان خبر میدین که میرین؟ هر کدامتان سر دل خود کار میکنین. شما او را مشناسین؟ ای دوستش مشناسین که پیش او رفته مادر دی وقت؟ بسیار وقت میشه که متوجه دختر نیستیم. گناه خود ماست. و آدم بی خیرت یک بار پیدا کنم، اما اول باید همراه منور گپ بزنم که همراهش چی رابطه داره. چطور هستین خاله؟ خوب هستم بچم. تو چطور هستی؟ ها راستش برچاکه دیدم خاله. در کجا؟ در مارکت در وقت خرید کردن دیدمش. همراهش یک آدم پیر بود. حتما پدرش بوده. صدایش کردم اما سعی نکرد. حتما نشنیده. راست میگی. یا خو از پدر خود شرمیده یا که شاید نشنیده باشه. او دختر کمی هوش پرک از بچه. یوسف خان در اتاقش از خاله؟ خیرت باشه. برش کمی بادام تازه گرفتیم. دیرو زوره نخورد. بچه از پاک بودن نیت تو شک ندارم، درکت میکنم. اما ببین من سالها در این قصر هستم و کار میکنم، اما معلوم نیست که خانواده چی و خوش هستن و چی و غمگین. بچه اگه اونا رو همراه گل بزنی باز اونا دوباره تو رو همراه سنگ میزنن. از من فقط گفتن بود. ما میرساندمت جانم. بیا از اون نزدیک از خودم میرم. درست است، اما وقت رسیدی برام سنگ بزن. نه درست است. بله خاله بفرمایین. منور تو کجاستی؟ در راستم طرف خانه میرم. صبر کو، قبل از خانه رفتن باید همراه تو گپ بزنم، بسیار مهم است. میشه بعدا همراهم گپ بزنی خاله؟ همیالی بیادرم زنگ زده بود، به نظرم بسیار سرم خور بود، باید خانه برم. من به خاطر همون زنگ زدیم. فکر کنم نامه که به تو کسی نوشته کرده بود او رو پیدا کردن. راستش بسیار سرت قهر هستن. وقتی رفتی حتما سوال پیچت خواد کردن. چی؟ من در یک فروشی نزدیک خانه هستم. بیا که برش یک راه حل پیدا کنیم. هر دیگه زود شو. درست است، میایم خاله. چطور پیدا کردن؟ من خودت نفهمیدم خاله. حالا من چی خود کردم خاله؟ برشان این گپا گفتن نمیتونم. باید تمام چیزا برشان بگویی. دوست داشتن و عشق ورزیدن حق تو هم است.
برشان گفتن نمیتونم خاله. بیادر و پدر من از بین خود بردن. پس حتما او کدام آدم خوب نیست منور جان. ما کم و بیش درباره او آدم حد زده میتونم، اما بیبی اگه حدس ما درست بود منور، باید تو او را و نامش بر همیش فراموش کنی. فهمیده شد؟ او آدم آقا جلال است نه؟ تو از کجا میفهمی خاله؟ یک مادر نمیفهمه که دخترش چی میکنه و چی نمیکنه و همراه که ارتباط داره به کی قدر علاقه نشان میده. من به اندازه مادرت سرت حق دارم منور. خاله حالا من چی خود کردم ها؟ ما عاشق کسی شدم که نباید میشدم خاله. او رو بسیار دوست دارم، او مرا بسیار دوست داره، اما این گپا چطور با پدرم بگویم خاله؟ پدر تا خوبان به بیادر چی خود گفتی؟ مرا از بین خود برد خاله. ما به هر صورت اما جلال پیش همگی رسوا و ذلیل خود شد. تو هم راست میگی. یک چند دقیقه مرا وقت بده. کمی فکر کرده یک راه حل برش پیدا خواهد کردیم. چی کنیم؟ اگه بگویم که نامه از مز بازم نمیشه، چرا که نامه تا او ذکر کرده. حال دیگه دروغ هم گفته نمیتونیم. نامش در نامه نشته است. خوب دیگه حالا خود نجات دادن نمیتونی، به خاطر که نامه را از اتاق تو پیدا کردن. همه تو نیست؟ اما آقا جلال را نجات دادن میتونی. چطور نجات دادن میتونم؟ با جای نام او نام کسی دیگر بگی. نفهمیدم. اگه برشان بگی نامه را کسی دیگر نوشته کرده، در این صورت آقا جلال نجات پیدا میکنه. چطور این کار کنم؟ گناه را سر کی بندازم خاله؟ باید گناه را سر کسی دیگه بندازی. راست میگم. تو یک دوست قارب مجرد هم نیست که نامش بگیری. ها راستی نام بچه را بگی. مجرد هم از یلماز میگم. راننده را میگی؟ ها او تازه به کار کردن شروع کرده منور. البته که سرگپات اعتماد میکنن. تشویش نکو دخترم. یگان بهانه جور کو. یعنی من نمیخوایم روزی و بچه را ازش بگیرم، اما چی کنیم؟ مجبور هستیم. برشان بگو که شما بسیار جگر خون بودین، خواستم این مشکل خودم حل کنم. بعد از چی خود کردن به احتمال زیاد و بچه را اخراج میکنن و این موضوع هم خلاص میشه. این کار امکان نداره خاله. بسیار بد است. من چون توی گناه را سر یک آدم معصوم بندازم نمیتونم خاله. او هم بازده این قسم یک موضوع. بیادر من خودتون میشناسی خاله. حتی امکان داره که به خاطر یک نامه یلماز از بین ببره. پس چطور بگویم؟ اگه این گپا را نگوی جلال از بین خود بردن. تو هم بیادر تا خوب میشناسی. بیبی یا کسی را که دوست داری تبا میسازی یا او راننده بیچاره را تبا میسازی. دیگیش خودت میفهمی. کجا میری؟ خاله به خاطر کمک کردنتان بسیار زیاد تشکر، اما تو هم فکر کو که دیبار اصلا هیچ گپ نزدیم، همه چیز فراموش کو. حالا مکم هوای تازه گرفته به خانه میرم، یک رای پیدا میکنم تو هم باز به قصر برو. درست است؟ منور
جلال وقتی برام زنگ نزدی به تشویش شدم. چی شده؟ جلال تو خب مرا دوست داری نه؟ البته که دوست دارم، بسیار دوست دارم منور. حتی به خاطر ما از جان خودم تیر میشی، یعنی به خاطر ما دستیار کار انجام بدی. تو چی گفتم میری منور؟ تو خانه رفتی یا نه؟ تا هنوز نه، پیش خانه هستم، ما را داخل خانه میشم. جلال چی میشه جلال؟ برام بگو، میخوایم بفهمم لطفاً. به خاطر من کار میکنی؟ جلال شماره را که شما دایر کرده اید خاموش می باشد تا بعدا به تماشا شوید. خدا لعنتت کنه. بعدش گفتم که نام یلمازه بگی. خب بازو چی گفت؟ گفت که دروغ گفته نمیتونم. گفت سرکس تهمت کرده گناهش گرفته نمیتونم. فقط که مادر پدرش در زندگی خودش دروغ نگفته باشن، فرشته باشن. نام آقا جلال را گرفته نمیتونم. چرا؟ مجبور است که رامی او رو بگیره. وقتی گیر آمد یا مثل گشتم آدم نیش میزنه یا که مثل مار سر هر کس حمله میکنه. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. تو دعا کو که دختر به گپ ما کنه هوا جان. اگر نه با ما مشکل خلق میشه. شب بخیر. با نظرم این دختر از همه چیز خبر شده. از همین خاطر زنگ ما را جواب نمیده. این خانه دوستش در کجاست؟ اگر در بالای سر باشه 15 دقیقه، اگر در شهر باشه 20 دقیقه راست. درست است، حتما در راست میآید. یک کمی کم بود. شب بخیر خانم منور. شبتون بخیر. بفرمایین. حالا دوست بیا داخل بریم. تو را به اندازه دوست دارم که به خاطر تو آماده هر کار هستم. به اندازه دوست دارم که میخوایم دنیا را سرچپه بسازم. گل نازمه.
منور دخترم تو کجاستی؟ از زنگ زدن بیادرت 1 ساعت گذشت. چی گپ شده؟ اول جوابت بعدن با سوال بپرس. تو کجا بودی؟ خانه دوستم بودم. ای دوستت کی است منور؟ ها؟ کی است دوستت که ما نمیشناسیمش؟ کسی که این نامه رو نوشته تو میشناسیش؟ جوابت منور. منور کاسه صبرم لبریز نساز بگو میشناسیشونه؟ 1 دقیقه یوسف، 1 دقیقه بچیم. دخترم جواب بتنی؟ اصل قضیه از چی قرار است ها؟ درست است میگم اما چی میشه بیادر؟ برام وعده بدی کوره غرض نمیگیری. منور صبر مرا امتحان نکو. اگه گفتنی هستی بگو. چی میشه؟ وعده بدی بیادر. اگه وعده نتی گفته نمیتونم. درست است حالا زود چه بگو. بگو نه دختر. بگو نه دخترم. چرا از او بیشرف طرفداری میکنی ها؟ حالا به اختیار خود هر کار انجام میدی؟ منور بگو نه. تو با خدایا این چی روز است که سرم آمده؟ حمیده تو کمی صبر کن. او کی است منور؟ گپ بزن. دخترم از چیز نترس. ما خانواده تو هستیم دخترم. ما همیشه در کنار تو بوده برات کمک خواد کردیم. دشمنت خونه هستیم. اما باید نام یه آدم برای ما بگوی دخترم. بگو دیگه دختر اگه نه پشیمان خود شدی. یولماس کدام یولماس؟ یولماس راننده. نه خیر. تو چی گفتم میری بیشرف؟ پدر یولماس خان. پدر یوسف. پدر یوسف بلندش کن. پایش بلند کن. فشارش هست. صبر کن. سرش اینجا بان. پدر خوب هستین؟
راحت بانینش. یلماز خان تو چی شده؟ منور دروازه را باز کن. دروازه را باز کن منور. من میرم آب میارم. دواهاش کجاست؟ دواهاش بیار. پدر باید آدم دیوانه شه و خواهر برادر هستن دیگه. تو با خدایا. بله خاله چرا برام زنگ نمیزنین؟ آخر دیوانه خود شدم از تشویش. چی گپ شده بگوین؟ فعلا اوضاع خراب از دختر. بعدن برات زنگ میزنم. اما بگوین که او دختر به خانوادهش چی گفت؟ نام کدامش گرفت؟ اوف خاله. شما خاله و خواهرزاده بازم آرام نمیشینین ها. اما من فهمیدم باز کدام نقشه دارین. با ما هم بگوین شاید فایده براتون برسه. چی وقت فایده رسیده که حالا برسه؟ ولی از خدا گپای ناق زده اعصاب مرا خراب نکن. از ما دور باش. فهمیدی؟ آی دواها چی شد؟ پدر جان حال بهتر شدین؟ خاله خیرت از چی شده؟ هیچ نپرس بچم. هیچ نپرس. دوا را آوردم. شایسته بیا از او فهمیده نمیشه. بته یلماز خان قربانت شوم بگی دوای تا بخور. حالا دیگه باز کو دهنه تا باز کو. ایره بخور راحت میشی. حالا جانم. آی دخترم تو چطور قسم گپا پنهان میکنی ها؟ چطور تو نصیب ما نگویی؟ میگفتی که حداقل به یک قسمه او بچه را میفهماندیم. ناق امیدوار نباشه. شما چه وقت گپ ما گوش کردین؟ بس از دیگه تا وقت جا بس نکنین. ما با دکتر زنگ میزنم. این قسم نمیشه. نه بچه من دکتر نمیخوایم یوسف. پدر فشارتون بسیار بالاست. باید دکتر بیاید. نه یوسف من کسی را نمیخوایم. لطفاً بچیم. ما نفر دخترم. بگوین پدر جان. نه ای که براست از دخترم که اونا مرا یلماز نوشته کدنی. بله یعنی او بچه سر تو عاشق شده. سر دل باخته. اگه ای قسم داره په انسان ها را اقدر قدر بدی نتیجه شمی میشه دیگه. دیدین پیش ما خدا عاجز میگیره اما در پشت ما به دختر ما بدون کدام اعراض نام عاشقانه نوشته میکنه. بیادر با خدا کدام نیت بد نداشت. فقط سرم عاشق شده و بس. چطور نداشت به عقل؟ تو نامشه نخوندی؟ شب بخیر. وقت سلطانه خاله دوا را آورد به تشویش شدم. شما خوب هستین کاکا یلماز؟ ایچی هست یلماز؟
جلال؟ دی صبح وقت کجا میری؟ راستش شب خوابم نبرد. گفتم که کم قدم بزنم خوب میشم. بس صبر کو. تو قدم زدن تنهایی را خوش نداری جانم. نه هوا بسیار سرد است. تو هم از حمام نو بیرون شدی. نمیخوایم که مریض شوی. راست میگی. بعد از اینکه حمام کردم منتظر تو بودم، اما تو دیگه خوابم برد. تو در جایت برو جانم. من کم هوا گرفتم. درست است، اما دکمای کرتی ده بسته کو. این نامی کی است یوسف خان؟ ما چیزی نفهمیدم. ما ایره نوشته کدیم یلماز. ما چیزی نفهمیدم به خدا. تو همراه ما بازی میکنی؟ بازی چی یوسف خان؟ واضح بگین تا بفهمم. تو این نامه را به خواهرم نشته کدی یلماز. چی؟ گفتین ما این نامه را به خواهرتان نوشته کردیم؟ شما میفهمین که چی گفتم میرین یوسف خان؟ ما به کسی چشم نداختیم. هر کسی گپه که میگه حتما کنم غلط فهمی شده، باور کنین. بیا اینجا منور. حالا برای ما بگو این نامه از کی است؟ گپ بزن دخترم، گپ بزن که این رزیل کمه بشرمه. بیکی دخترم، خدا را شکر که خوب هستین مادر. به خدا بسیار ترسیده بودم اگه شما را چیزی میشد. همین که تو خوب باشی ما دیگه چیزی نمیخوایم دختر مقبولم. من خوب هستم. تشویش نکنین، کار چیز خوب خواهد شد. صبح کجا بودی دخترم؟ میخواستی همراه خالت یک جای بری همو تو نیست؟ نه خیر، نه راستش تا ایستگاه رفتم به خاطر خداحافظی با خالیم. یعنی تو قصد نداری از اینجا بری نه؟ چرا دخترم هوا، چرا؟ تو نباید دیگه بعد از این همه اتفاقات در این منطقه باشی. دیگه تحمل قدر درد نداری. باید از این شهر بری دخترم. اوف، هرچی میگم نپرسم بازم نمیشه. هرچی که در دلم میگرده او را برات میگم، اما بازم تو تصمیم خدا وقت میگیری دخترم. اگه من آرام باشم قلبم آرام بوده نمیتونه. باید جزای خدا ببینن. یعنی که خالت حق بجانه بوده. تو سر یک چای همی قصه دستی در دورایی قرار داری که خدا بندازم یا نندازم. هوش کنی که کدام اشتباه نکنی. مادر جان، شما در این باره هیچ فکر نکنین. قربانتان شما. ببینین امیال شفاخانه آمدین لطفاً. بیبی دخترم، یک گپ در مغزت جای بدی. امی که من بخیر خوب شوم و سر پای میستاد شوم به خوبی کل ماست. من میخوایم که تو رام همراه خود بخیر به انقره ببرم. عملیات خودم دمونج انجام میتم، اما یک گپ خوب بفهم. اجازه نمیتم که بازم کدام بی عقلی کنی و دو خانه خو اصلا تو را نمیمونم که بری. این گپ از یادت نره دخترم. فهمیدی؟ درست است مادر جان. حالا لطفاً استراحت کنین.
شب تو هم بخیر. خواب راحت مادر جان. به تو هم همچنان. اگه چیزی میخواستین فقط صدایم کنین. درست است، تشویش نکن. لطفاً از این گپن کار نکن یلماز. منور خانم حتما شما مذاق میکنین. ما چه وقتی نامه را به شما نوشته یلماز ما کردیم؟ مثل آدم همراهت گپ میزنیم. در عمرم این قسم نمکرا من ندیده بودم. ما را در آستین خود پرورش دادیم. ما به تو چی بدی کده بودم یلماز؟ ها؟ ما به تو چی کده بودم که کار همراه ما کدی؟ شما اشتباه میکنین یوسف خان. اینجا کدام غلط فهمی شده؟ اشتباه را تو کدی یلماز، قبول کو. بیادر یلماز از من معذرت خواسته بود. معذرت خواسته بودم؟ یک دقیقه ما چرا از شما معذرت بخوایم منور خانم؟ یعنی با معذرت خواستن میخواستی گپ خلاص کنی؟ فکر کردی با این کار همه چیز خلاص میشه؟ یوسف خان ببینین، اما قدر کافی است دیگه لطفاً. ما هیچ وقت به خواهر و ناموستان چشم نداختیم. صبح تو را در این خانه نبینم یلماز. بیادر وعده داده بودین. تو چو باش. چیزی نمیگین منور خانم؟ گپ یوسف شنیدی؟ بدون کدام جر و بس باید این خانه را برای همیشه ترک کنی.
بچیم دای وقت شب کجا میری یولماس؟ 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 بیا دوست بیا. بغیر از یکی دیگه ما تو هیچ کسی دوست نداره. این گپ دیگه چی معنا میده؟ دروغ میگم خاله؟ یوسف خان چهره خود نشان داد. بیا دوست اینجا بیا. این طرف بیا دیگه دوست. هیچ کس هم گپش رد نکرد. دیگه کسا خو نمیفهمم، اما خاموشی ما یک دلیل داره. تو خو مرا خوب میشناسی یولماس. نه خاله، واقعا انسان شناختن مشکل است، اما مرام کسی شناختن نتانست و ما هم کسی را شناختن نتانستم. گپ ما بشنو بچیم. خاله بعد از دیگه گپ کسی را نمیشنوم. دیگه بالای کسی اعتمادم نمیکنم. خدا حافظتان. یولماس قهر غریب نقص غریب است بچیم. اگه میگم صبر که حتما یک دلیل داره یولماس. هر جایی که بری پیدات میکنم. آقا جلال شب بخیر. شب بخیر. بفرمایین. تو با خدایا، اگه او بچه را با تو روبرو نمی ساخته می گپ باور نمی کدم. میفهمی؟ میفهمی چی میگم منور؟ منور ما و تو اینجا تناستیم، واضح برام بگو بین شما خود کدام رابطه نبود؟ رابطه نداشتیم بیادر، باور کنین نداشتیم. اما شما کی به گپ ما گوش کردین بیادر؟ کوشش کردم شما را بفهمانم اما گپ ما قطع کردین. لازم نبود که بیچاره را اینقدر توهین و تحقیر کنین بیادر. چی گفتم میری منور؟ نامه را که نوشته کرده بود دیدی؟ هم میگی نامه را یادم نوشته کرده و هم ازش طرفداری میکنی. تو از ما چی میخوایی؟ ای که چیز نمیگم به این معنا نیست که گناهکار هستم. من خودم تمام گپ براتون گفتم بیادر لطفاً. شما هم دیگه از حدتون گذشتین. منم تو خوب هستی؟ منور چند بار برات زنگ زدم، چرا جواب ندادی؟ بسیار با تشویش بودم. چی گپ است؟ پدر؟ خیرت است؟ اینجا چی میکنن؟ در شرکت بودم دخترم، کم کارم زیاد بود، خواستم قبل از رفتن به خانه یک بار تو را ببینم، ساعت تا پرسان کنم چطور هستی؟ خوب کردن، بیاین که بالا بریم. خوش آمدین آقا جلال. با آمدنتون ما را متعجب ساختین. خوش باشین. خوش باشین. خوش آمدین. خوش باشین. در این وقت شب مزاحمتان شدم، اما از شرکت می آمدم. وقت چراغا را روشن دیدم، فکر کردم استراحت نکردی. گفتم یک بار احوال دخترم بگیرم، چون دیر میشه ندیدیمش. لطفاً قسم نگوین، بلیاز خدا. حال دیگه ما یک خانواده گفته میشیم، هر وقت آمده میتونین. لطفاً سر پای نمانین، بفرمایین بشینین. راستش به وقت خو نامدیم نه؟ نه خیر جانم، استغفر الله. معلوم است دیگه.
به خاطر حادثات گذشته کمی جگرخون هستیم. کمی فشار یلماز خان بالا رفته، به او خاطر کمی وار خطا شدیم. کدام گپ دیگه نیست آقا جلال. خب شفا باشه. نمیفهمیدم. حالا چطور هستین؟ زنده باشین آقا جلال، حال خوب هستم. تو چطور هستی منور؟ کمی خفه معلوم میشه. چیه پس؟ منور؟ به خاطر پدر خود جگرخون است آقا جلال. بی از او از صبح تا حال بسیار سرش درد میکرد. از طرف او ما معذرت میخوایم. نه خواهش میکنم. شما چی میل دارین آقا جلال؟ چای یا قهوه؟ تشکر میکنم. هیچ زحمت نکشین. خب مادرم چطور است؟ خوب است. راستش از وقت که کمی بهتر شده دخترم، اما نه اونقدر. شما حق به جانب هستین. ما یک خانواده گفته میشیم، اما به نظر میرسه که از چیز خفه هستین و نمیخواین به من بگوین. اگه یک گپ هست برام بگوین، شاید کمک کرده بتونم. حتما در رابطه با قضیه کدام مشکل پیش آمده؟ چطور؟ نه خیر و گپ نیست آقا جلال. تا حال خود هیچ مشکلی نیست، اما میفهمین که در این روزهای آخر با چقدر اتفاقات ناگوار مقابل شدیم. از او خاطر کمی پریشان هستیم. بله راست میگین. یعنی حق دارین. بازم چی بفهمم؟ بلند رفتن فشار شما دفعتن و جگرخونی منور به نظرم کدام دلیل داره که من نمیفهمم. با گذشت زمان همه چیز خود فهمیدین و ما هم خود شناختین. بله گفتم که شما جگرخون نشینی، گپا برتان نگفتیم. یکی از خدمتکارای ما به شکل بسیار نامناسب از قصر جدا شد. به او خاطر کمی جگرخون هستیم. نمیفهمم. حقیقت میگه، اما وقت نام یلماز گرفت باز وقت راحت شدم. اونا به یلماز چی گفتن؟ راستش فکر کردم شاید یلماز خان اولتر از همه دستش گرفت از قصر بیرونش خواد کرد، اما اول یوسف اخطار داد و از قصر بیرونش کرد. بر یک لحظه فکر کردم یلماز خان از بین خواد رفت. همه که نام یلماز از دهن منور شنید چشمایش از کاسه سرش بیرون شد. نبودی که میدیدی؟ کاملا مثل فیلما شده بود. یلماز خان فکر کرد خواهر و برادر عاشقم دیگه شدن. خدا جزایشو بده. خب یلماز چی کرد؟ نخواست که از خود دفاع کنه؟ کوشش کرد دخترم، اما راه خدا گم کرده بود بیچاره. ای که چطور ای کار کرده از این خواهش نپرسیدن، مستقیم با منور او را روبرو ساختن. خب یعنی منور با یلماز چشم به چشم شده برش دروغ گفت؟ او هم دیگه هیچ راه نداشت. تیر دیگه از کمان برآمده بود، هیچ راه برگشت نداشت. تنها همی یک راه مونده بود. بر یک لحظه دست و پایم از حال رفت. فکر کردم که شاید حقیقت به خانواده خود بگویه، اما جرأت کرده نتونست. فکر که گفتم میتونست که عاشق ما آقا جلال است.
وقتی چشمای او بیچاره دیده به همگی دروغ گفت سر شک نکردن. او بیچاره میخواست که گپ بزنه اما یوسف برش موقع نداد که حتی یک کلمه بگوید. البته که موقع نمیده. در این دنیا خانجی اغلوها هیچ گناهی نمیکنن، همیشه دیگر راستن که گناه میکنن. راست میگی، اما او بچه بسیار معصومانه طرف یلماز خان میدید. دلم بسیار برش سوخت. دیگر آخه یک طرف بان، اما یلماز خان چطور باور کرد؟ حتی قلب ما توتا شد. هرچی نباشه او اولادش بود. وقتی یلماز خان ازش طرفداری نکرد مثل اطفال یتیم از خانه بیرون برآمد. توبه. بر صورت یعنی شانس همراه ما بود. خب بالا بگوین که دیگه چی کنیم؟ حال همه چیز به دست ماست. از هر راهی که بره موافق میشیم و به هدف میرسیم. او نفهمید که چرا این کار دقش کردن، اما حالا هر چیز که ما برش بگوییم به همون باور خواهد کرد. بربادی اونا شروع میشه. خب حالا که بازی در دست ما، شما هر چیز زودتر خود به قصد برسانین و تمام گپا رو به او بچه بگوین. تو دیوانه سی دختر جان ها؟ بعد از شنیدن قدر گپا اونجا می باشه. وقت لباسای خود جمع کرده از اونجا برآمد. چی؟ چطور یعنی؟ چطور موندین که او بره؟ توبه من چطور میتونستم مانه او بچه شو؟ موام ده او حالت کجا به گپم گوش میکرد؟ چرا قدر عجله داری؟ بازم میگین عجله دارم؟ خودتون میگین که از قصر رفته. آره چی قسم پیداش خواد کردین ها؟ چطور میخواین اصل قضیه رو برش بگوین؟ گوش که دختر، این کار آسان است. تشویش نکن. حال آتش قلب او تازه است. نباید قدر سرش فشار بیاریم. اگه کمی دیگه هم سرش فشار می آوردن خدا میفهمه که چی میکرد. کمی منتظر میمانیم تا از این قهر خود بشینه. قبل از خاموش شدن آتش ما میریم دوباره او رو تازه میسازیم، اما اجازه نمیتونم که خاموش شود. من متوجه گپتان هستم، اما میخواین او بچه رو چی قسم پیدا کنین؟ آسان است. موبایل داره برش زنگ میزنیم. او فعلا از شهر نخواد رفت. چی معنا میده خاله؟ شما نگفتین که آدم بیکس و بیکوی است و در این شهر بغیر از مادر خود کس دیگر نداره؟ آلو چطور اینجا بودم بیتارم؟ من خب میگم وقت از این شهر رفته. آه خاله آه. شام بخیر. شام بخیر. میخوایم یک تکت به استانبول بگیرم. چوکی دوم درست است؟ درست است. اسمتان؟ یلماز کلیچ. بفرمایید. بفرمایید. تشکر میکنم. جواب نمیتم تو نیست؟ جواب نداد. چی کنیم دختر؟ فعلا موبایلش خاموش است. آی خاله، البته که جواب نمیده. شاید وقت از این شهر رفته باشه. اعصاب من خراب نساز. در این وقت شب کجا خاطر رفت؟ حتما به خود کدام جای خانه پیدا کرده. معلوم است. به او خاطر موبایل خود جواب نمیده. آی این خو میفهمین خانم سلطانه، اگه او رفته باشه تمام نقشه‌های ما برباد خواهد شد. ما او رو پیدا میکنم. اگه در زیر زمینم پنهان شده باشه برات پیداش میکنم. درست است؟ تو چرا بالای من اعتماد نداری؟ قربانتان شوم، این موضوع اعتماد نیست خاله. فرض کنین که پیداش کردین، او رو قانی ساخته میتونین تا هم دست ما شوه ها؟ دختر اگه مستقیم برش بگویم که ما را به خاطر تبا ساختن او خانواده کمک کو، البته که قبول نمیکنه. تو دیگه شبه ما بان. من قسم او را قناعت بتم که نخواد فهمید که چه قسم هم دست ما شده. باز میبینی که چی میکنه. بعد از او بچه پیش یلماز خان به صفت بچه او نه، به صفت یک دشمن پیش او خواهد رفت. برات گفته باشم. یک بار یلماز خانم دلسوزی خود نشان داده، حقش برش نده. نه دختر،
این کار از ترس حمیده شیطان نخواد کرد. بعد از این اتفاق او دیگر روی نداره که او بچه را بچه‌م گفته صدا کنه. فهمیدی؟ فکر که دختر وقتی از اون نامه خبر شد کم بود سکته کنه. اگه بچه هم به خاطر خواستن حق خود اونجا بره لگت زده بیرونش میکنن. از اینکه کل چیز در اختیار ما نیست بسیار به تشویش هستم. تو تشویش نکن شریک جان. من سنگیره که زورش نداشته باشم بلند نمیکنم. تمام چیزا فکر کرده این کار شروع کردیم. فهمیدی؟ خوب است. اگه قسم میگین درست است. مشکل نیست. راحت باش و فکر مرا مغشوش نساز. مادر چطور است؟ خوب شده یا نه؟ خوب است خدا را شکر. خوب است، اما تا هنوزم میگه که باید امرش بنقره برم و هم از برکت شما که برش گفتین من بازم دسترم کدام برنامه دارم. از این خاطر مادرم قدر اصرار میکنه. خاله باید یک گپ براتان بگویم. اگه خواست که مانی کار ما شوه یا اصرار کنه که از اینجا باید برم شما باید قانیش بسازین. من هیچ حوصله ندارم. اینقدر ظالم نباش. ظالمی چی خاله؟ باید قبل از گفتن او گپا به مادرم فکر میکردین. من میرم. سر از فردا با کار خود شروع میکنیم. طرف مسئل کن. تو بیرون نشو. اگه مادرت بیدار شود در این وقت شب از مزار رقم سوال خود پرسی. درست است. وقت رسیدن به من خبر بدین. درست است. شماره که شما دایر نموده‌اید خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. زیاد پشت دق شده. آوا کاراگل بفرمایید. خودم هستم. از دادگاه یک نامه آمده. میشه ده اینجا امضا کنین؟ دعوا باز کرده بودم. شاید از امو است.
بفرمایین. روز بخیر. زنده باشین. مدعی جنید و مدعی علیه هوا کاراگل. توبه توبه. دخترم کی بوده ای صبح وقت؟ در دسته چی است؟ چیز مهمه نیست مادر. از دادگاه یک نامه آمده بر علیه حمیده خانم دعوا باز کرده بودم، از همون خاطر است. خانم چی؟ لیاقت خانم گفتن نداره. دخترم صبح بخیر. بیرون میرفتی؟ نه، کمی با هم گپ بزنیم. باز برو دخترم. موضوع شب تمام ما را جگرخون ساخت. اعصابم از یاد خراب شد. پدر جان اگه درباره این موضوع گپ نزنیم خوب میشه. بیا زو بیادرم تمام گپ هر ساخت. میفهمم منور. حتما تو هم بسیار خفه شدی دخترم. اما معزت یک گپ میپرسم، بعد از او این موضوع را برای همیشه بسته میکنیم. برات قول میتونم دخترم. ای که چه قسم بپرسم ایره نمیفهمم. دخترم هوش کنی، فکر نکنی که من سرت اعتماد ندارم، اما اگه کاملا از این قضیه خبر شوم شاید قلبم دگام راحت تر شود دخترم. به او خاطری سواله میپرسم. کدام سوال پدر؟ همراه او یعنی تو یلماز خود کدام رابطه نداشتین؟ یعنی وقتی او نامیشه خواندم در دلم. پدر جان خواهش میکنم حتی دستش در دستم نخورده باور کنین. تا امروز یک لحظه ما و یلماز در خانه تنها نبودیم. دیروز خواستم توضیح بدم اگه بیادرم به گپایم گوش میداد حال موضوع اینقدر کلان نمیشد. نه، بیادرت حق به جانب است دخترم. یکی چی فکر کرده باشه، در دلش چی گپ گشته باشه، هر دویش یکی از دخترم. در ضمن وجدانی که قبول میکنه که کسی به خواهرش چشم دوخته باشه. پدر جان حالا میشه این موضوع را بسته کنیم. میخوایم برم وظیفه، سرم نوقت میشه. روز بخیر پدر جان. روز بخیر دخترم. صبح بخیر. صبح بخیر. خوب هستی؟ خوب هستم. من دیگه باید برم، سرم نوقت شده. اما حال بسیار وقت است. خب جلسه مهم داریم، با او خاطر باید برم آمادگی بگیرم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر پدر جان. کجاستی بچه؟ موبایلت جواب بده. کجاستی؟ منور اینجا چی میکنی جانم؟
خاله من چی کنم؟ من چطور کار کردم ها؟ چطور گناه یلمازه گرفتم؟ قربانت شوم چوب باش. کسی نشنوه اگه تبا خود شدی دختر. تا صبح هیچ خوابم نبرد خاله. هر وقت چشمایم پت میشه فکر میکنم یلماز طرفم مسائل میکنه. عذاب وجدان دارم خاله. حتی صبح بای ندیدن نتونستم. از این به بعد حتی بروی هیچ کس دیدن نمیتونم خاله. دختر توی کار خو از قصد نکردی، مجبور بودی که کار کنی ها؟ دروغ میگم منور. فکر کردی اگه حقیقت میگفتی باز هیچ گپ نمیشد، قیامت برپا میشد. به خدا هیچ کدام تان زنده نمیموند. تو امیره میخواستی؟ خب یلماز چی کده؟ کجا رفته خاله؟ زنگ زدم اما جواب نداد. من بدتشی شدم، یگان جایا را میپالم. بس است دیگه. اشکای تا پاک کو که کسی نیایه. تو دیگه چاره نداشتی دختر. بازم قلبت به یک آدم دادی که دشمن خانوادیت است. حالا هم دیگه صدای وجدان خدا ناشنیده بگی. نمیفهم این کار چطور شد؟ یعنی چطور اونا مرا پیدا کردن؟ یا که رفتن اتاق مرا پالیدن چطور؟ ما دیگه چی بفهمم؟ اگه سرم شک میکردن گفمم قبول نمیکردن. ایت نفهمیدم که نامرا چطور از اتاقم پیدا کردن. باید از مادرم بپرسم. حتما اونا رفتن پیداش کردن. صبر کو دختر، صبر کو. صبر کو، یک چاره پیدا میکنیم. حالا برام بگو که اون نامرا در کجا پنهان کرده بودی؟ یعنی شاید یک جای مخفی داشته باشی به خاطر پنهان کردن بعضی چیزا. درست نمیگم؟ ندارم. نفهمیدم کجا بانم. من گرفتم زیر تخت خود ماندم. چی میکردم خاله؟ راست میگی دختر. تو با دوستای خود افشا ساختی ها؟ میفهمی دخترها هر دقیقه پاکاری میکنن. حتما در وقت پاکاری از اتاقت گرفتن. باز پدر و مادر دادن. تو خو میفهمی که در دان جمیله و پنار حتی ارزنم تر نمیشه. ایگه پا را خدا جاش بان. اوف توبه، راست میگی به خدا. من چو توی قسم یک لودگیری کردم خاله. اوف عاشق همه گیره مثل خود کار و کور فکر میکنم منور جان. جواب بده. اشب تا حالا بسیار نارام بوده. جواب بده که راحت شوه. حالا برش چی بگویم خاله؟ امی که به خاطر تو گناه یک مظلوم بیچاره را بگردن گرفتم. امی را بگویم؟ به هر صورت من پیشو بچه برم ببینم که چی میکنه، کجا رفته. بخیز هره بخیز، تو هم کمی به خود بیا. هر دیگه بیا دخترم هوای تازه بگی. زود شو. بیا. هله بچه‌م ایره بخو. اوف توران جان چرا قسم میکنی؟ چرا اشتیا نداری بچه‌م؟ تو هم کاملا تنها ماندی. نه به او خاطر. هله بخو یک قاشق دگام. اگه یک بیادرک میداشتی چه قساعت تر میشد. تو هم از تنهایی نجات میافتی، همونطور نیست؟ حالا درنت باز کو. بچه‌م بخور دیگه. اگه ایگه پایت کس دیگه بشنو باز چی میکنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر به کسی گفتم میشه که شب خوابش برده باشه. تمام شب منتظرت بودم. میشه تو هم کمی متوجه گپ زدن خود باشی محمد؟ چرا نامدی؟ محمد مثل طفلا تهدیدم نکو، جواب بده. پس تو هم سوالایی که جوابشم میفهمی نپرس. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. ما برای صبحانه کلچه آوردیم پدر جان. بیا اینجا نزدیکم بشی. صبح بخیر. صبح بخیر. بیلین تو اینجا چی میکنی؟ فکر میکردم کل ما یک جای صبحانه میخوریم اما خوب فکر کردی عشقم. ما هم چند دقیقه پیش توران رفته بودم. دیدم که مادرش پیش 60 برش غذا میته. البته طفل خودشم در راه است، میخواد یاد بگیره. اما تو نیست ینگه؟
هیچ نخورد پنار. میشه به جمیله بتی که برش بته؟ درست از خانم باده. صبح بخیر نوش جانتان. صبح بخیر. چی حال داری دخترم؟ انشالله خوب خواه هستی. بسیار تشکر. شما چی حال دارین پدر؟ خوب هستم، خدا را شکر خوب هستم. صبح بخیر. خوش آمدی دخترم. خوش باشی. صبح بخیر. صبح بخیر. ریشای ما زیاد شده بچه کاکا. راست میگی بچه کاکا. خواستم چند روز ریش بانم. یلماز رفته دخترم؟ شب رفته خان صاحب. صبح مراد برم گفت وقتی که رفته کلیدارم سر میز مانده. خیرت باشه بیادر. باید میرفت. در قصر چی گپا بود که زیاد وقت ماندی؟ دوست و رفیقا چی حال داشتن؟ خوب بودن. کاش که نمیرفتم بیادر جان. چرا؟ از قضیه ما اونام خبر شدن. هر کس یک سوال میکرد. ما خسته شدم و آمدم. یلماز چرا از اینجا رفت کاکا جان؟ بله. یک اشتباه کرد ما هم اخراجش کردیم. یعنی در اصل باید از اول خانه ما را پیدا نمی کرد. اما البته کی است که گپ ما گوش کنه. منور کجاست؟ صبح وقت به وظیفه رفت. کاش که تنها روانش نمیکردین پدر. راست میگی. فقط که هر روز 4 محافظ امنیتش گرفته به وظیفه می بردنش. اما تو نیز یلماز خان. ای که چرا گپ قدر کشال ساختین هیچ نمیفهمم. نمیخوایم دیگه در اون مورد چیزی بشنوم. لطفا وقت سر دگرا قار می باشین مرا دیگه مقصر فکر نکنین. فهمیده شد نمیمانین با آرامی صبحانه بخوریم. کجا میری بچه؟ بیرون میرم. بسیار زیاد معذرت میخوایم دخترم. باور که تمام ما زیاد جگرخون هستیم. وقت چند حادثه پی در پی سر ما آمد بیخی رای خود گم کردیم. دخترم تو هم حال عضو خانواده ما میشی. همراه ما باید عادت کنی. مشکلات بین ما میباشه دیگه. اوه تخم بیریانم رسید بخیر.
یک مشکل پیش آمده شریک. پیداش کردن نتونستی اما تو نیست؟ هیچ جای نماند که نپاریده باشمش. خب حالا میخواین چی کنین خالت جان؟ میشه بگوین؟ زیاد گپ نزن دختر، یک راه حل پیدا میکنیم. تو فعلا کجاستی؟ از دادگاه یک نامه آمده، فعلا در ماموریت پلیس هستم. راستش در اون نامه جنیت هم ذکر شده. من یک بار معلومات بگیرم باز براتون زنگ میزنم. خب درست است. پس پس چی شده؟ تو دستای منه، بلکه باید پایه من ماچ کنی پایه من. ما او رو پیدا کردم. از کجا پیدا کردین؟ با خدا پیداش کردم. بعدن برات زنگ میزنم. درست است؟ فعلا خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. سلام. سلام خانم هوا. روزتان بخیر. زنده باشین. تشکر میکنم. بفرمایید. خیرت است؟ تا جایی که به یاد دارم وقت دادگاه شما امروز نبود. حق با شماست، وقت دادگاه ما امروز نبود. این قسم یک نامه برای ما آمد. من مفهومش نفهمیدم. وکیل ما خارج از شهر رفته، کار داشت آمده نتونست. خواستم که از خودتان بپرسم. البته. وضعیت معلوم است. شما در اولین اظهارات خود گناه را سر جنیت انداخته بودین، همینطور است؟ بله. به مخاطر جنیت به علیه شما دعوا باز کرده. توبه توبه، ای چطور امکان داره؟ او خواسته که بالای شما ادعای شخصیت کنه چون به او صدمه بزرگ وارد کرده. خب اما بعد از او اظهارات خود رد کردم. باز آمدم اظهارات جدید دادم. عامر صاحب حق با جانب استه. اگر میشه در دادگاه با قاضی من میگه بگوین خانم هوا باز خودش تصمیم میگیره که چی کنه. درست است، فهمیدم. بسیار میبخشین که وقتتان نگرفتم. خواهش میکنم. بفرمایید. تشکر، روزتان بخیر. زنده باشین. تشکر میکنم. سلام عامر صاحب. سلام یوسف خان. چطور هستین؟ چی گپ زنده است؟ باشین. تشکر میکنم. شما زنده باشین. ما هم خوب هستم. بفرمایید. عامر صاحب خواستم امرایتان گپ بزنم. در رابطه با این موضوع بعضی چیزا را میفهمم. اگه بگویم شاید قضیه را کاملا تغییر بده. در رابطه با قضیه خانم حمیده؟ بله، در مورد همه میشنوم. ما چیزایی را که میفهمم میگم. شاید عدالت جای خدا پیدا کنه. ما همین قسم راحت خود شدم. میفهمم. خب ما نمیفهمم اظهارات خدا به شما بتم یا پیش دادستان برم عامر صاحب. قانونا در قسم موضوعات اظهارات اقارب مجرمه دادستانی میگیرن. اما فکر میکنم که وضعیت شما فرق داره. چی قسم فرق؟ باید یک گپ برتان بگویم که در رابطه با این قضیه شما اجازه ندارین اظهارات خود بتین یوسف خان. چرا؟ به خاطر که در هنگام وقوع حادثه شما در شفاخانه بوده. از این خاطر اظهارات دادن نمیتونین. قاضی صاحب خواستن که این موضوع مد نظر گرفته شود که در قضیه کدام مشکل پیدا نشه. عامر صاحب ما در این مورد بسیار چیزا را میفهمم. حالا ما هیچ کدامش گفته نمیتونم. میفهمم که حق به جانب است.
اما متاسفانه قاضی صاحب همه قسم خواسته. عامر صاحب هی کار به عدالتی است. بیا. عامر صاحب مجرم آوردیم. در اتاق تحقیق است. درست است. معذرت میخوایم که کمک کردن نتونستم. درست است، تشکر میکنم. روز بخیر. روز بخیر. مادر جان، مادر جان من، مادر مهربان من، بعد از وفاتت نخواستم که اینجا باشم. درد و رنج خودت در قلب خود دفن کرده از اینجا می رفتم، اما نفهمیدم که چرا نرفتم. فکر کردم در کنار اونا تنها نمی باشم. اونا را فامیل خود فکر کردم. اوف. اما بالاخره فهمیدم که اشتباه کردم. یک اشتباه بسیار بزرگ. فهمیدم که بغیر از آغوش مادر ما دیگه جایی نداشتیم. من میخوایم از اینجا برم مادر، اما با دیدنتان میایم. من فقط شما را دارم. خاله؟ بچم بسیار جگرخون شده نه؟ خاله دیگه نمیخوایم به یاد بیارم. دیگه در اون مورد گپ نزنین. موضوع را باید بسته کنیم. شما از کجا فهمیدین که من اینجا هستم؟ هر وقت که بچه مام جگرخون باشه مستقیم پیش من میایه. تو میگی فراموش میکنم، اما میفهمم که قلبت گپ هیچ وقت فراموش نمیکنم. اگه تو بپرسی یا نپرسی من برات میگم، به خاطر که گپ ازی بیشتر در قلب خود نگاه کردن نمیتونم. کاسه صبرم لبریز شده. شما چی میگن خاله؟ حادثه دیشب میگم. این تمامش یک برنامه بزرگ و از قبل طرح شده بود. تمامشان در مقابل تو هم دست شده. سر تهمت بسته کردن. او هم یک تهمت بسیار بزرگ. بله تهمت کردن خاله، تهمت کردن. اما چرا این کار کردن نمیفهمم. من چی کرده بودم؟ تا وقتی که ازشان دور بودی خوب بود، اما حالا که نزدیک شدی ازت میترسن. میگفتن بالاخره خبر خواد شدی، نمیخواستن ازشان حقت بگیری. به میخواد سر تهمت بسته کردن. از کدام حق گپ میزنین؟ من خود چیزی را نفهمیدم. بچه تو هم یک عضو خانواده خنجغلو هستی.
قسم برآمدن ای بچه از خانه هیچ خوب نیست. هیچ خوب نیست. جانم اعصابش خراب بود، هیچ متوجه خود نبود، شاید به قدم زدن رفته باشه. باده؟ یک دفعه به عوضه نرفته باشه، بسیار میترسم. نه مادر جان، فکر نمی کنم. یعنی اگه یوسف میخواست برخلاف شما اظهارات بده، باز وقت ای کاره میکرد. خوب گوش کو برات چی میگم. تو میفهمی مشکل بچه ما چیست؟ ناراحت ساختن من. میخوای مرا عذاب بده به خاطر که او را فراموش کرده نمیتونه. حیران مونده که از کی انتقام خود بگیره. هر وقت که من جزا دیدم باز یوسف را حد خواد شد. به خدا باده جان بسیار معذرت میخوایم. میفهمم بعض وقتا هم زشت گپ میزنم. باور کو این وضعیت من ناشی از اعصاب خرابی است. بس از مادر جان آرام باشین. من میفهمم که شما کدام نیت بد ندارین. دیدی که زنگ زد؟ جواب بده که در کجاست؟ پدرم از پدرم. بله پدر. باده جان به خاطر منور به تشویش شدم. تا هنوز به شرکت نامده. صبح وقت زنگ زدم موبایل جواب نداد. چند دقیقه بعد جلسه داریم، از این خاطر آمدن او به شرکت بسیار ضروری است دخترم. نمیفهمم پدر. به مام همین گپه گفت که امروز جلسه داره، بعد از خانه برآمد و رفت. اوه خدایا کجا رفته باشه؟ من چی میفهمم؟ اگه میخواین یک بار برش زنگ میزنم، اما فکر نمیکنم جواب بده. باده یک بار به شرکت بیا، میخوایم همراه گپ بزنم. پدر چی شده؟ مرا نترسانن لطفاً بگوین چی شده؟ نه گپ قابل ترس نیست دخترم. فقط خواستم گپای دل به همراه شریک بسازم، از این خاطر خواستمت. درست است، همیال حرکت میکنم میرسم.